طرح برگردان کردن رتبه و اصطلاح‌های نظامی که از طرف گروه ویژه کاری بررسی شده بود برای تصدیق به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است. سال پیش کمیته زبان و اصطلاحات رتبه و اصطلاح‌های نظامی را به زبان تاجیکی برگردان و به مقامات پیشنهاد کرد. آن زمان وزارت دفاع ترجمه رتبه‌های حربی را به زبان تاجیکی نادرست و نه چندان مهم ارزیابی کرد. بعداً این موضوع در گروه ویژه کاری در نزد شورای امنیت وزارت دفاع دوباره بررسی شد. حالا کمیته زبان امید دارد ضمن اصلاح قانون عهده‌داری‌های حربی این پیشنهاد آنها هم به نظر گرفته می شود. مسئولین کمیته میگویند سر این موضوع در گروه کاری بحث و نافهمی ها زیاد بود. هزارها کلمه ها رو اصطلاحات رو در این دوران 30 سال استقلالیت از خود کرد. چرا 20 اصطلاحی که به واسطه تاریخ هستی ما، دولتداری ما، لشکرداری های ما زنده میکند و باز افتخار ما بلند میکند، ما چرا رو نوآوریم؟ مسئله برگردان کردن رتبه‌های حربی به زبان تاجیکی هم بارها در صفحه‌های مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. برخی از کارشناسان با نظرداشت نفوذ روسیه در تاجیکستان، تاجیکی شدن رتبه‌های حربی را ناممکن می‌دانند. خیلی کس هم خیلی قبول میشه، زیرا اینا علاقه مدت زیاده از 100 سال در خون و پوست ما جایگیری شده هستند. اندیشه‌های ما در سمت حربی روسیه است، لباس‌های ما روسیه است. جانبداران پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات برای تاجیکی کردن رتبه و فرمانهای حربی هم خیلی زیادند. تاجیکان قبل از روس‌ها و بعضی همسایه‌های ما که در در نزدیک ما میزیستند، تاجیکان دارای رتبه‌های حربی بودند به مانند سپهسالار و اگر ما به تاریخ از این هم بیشتر دورتر نظر افکنیم، مثلا دوره هخامنشیان یا ساسانیان یا اشکانیان، در اون زمان هم نیز سابقه خیلی زیاد دارد. با این وجود برخی از دانشمندان تاجیک بر این باورند که به تاجیکی تبدیل کردن اصطلاح‌های حربی که 100 سال اخیر رایج هستند مهم اما خیلی مشکل است. اگر آنها زبان رو می‌دانستند با کلمه سرهنگ ایراد نمی‌گرفتند و باز تمسخر نمی‌کردند که سرهنگ این هنگ. در صورت قبول و تصدیق شدن اصطلاح‌های تاجیکی رتبه‌های حربی، نظامیان تاجیک باید با رتبه‌های گنرال و پلکوونیک که میراث دوران شوروی سابق است خیر و خوش کنند و به جای آن اصطلاح سالار و سرهنگ را استفاده برند. کمیته زبان و اصطلاحات تصمیم دارد در صورت پیروز شدن در این سمت به ترجمه رتبه‌های وزارت کارهای داخلی شروع کند.